این جدولی که براتون کشیدم همه ضمایر رو یاد میگیرین. دسته اول subject pronoun ها یا ضمایر فاعلی هستن. در نقش فاعل جمله برای جلوگیری از تکرار اسم میاد. یعنی من به جای اینکه بگم زهرا is studying English میگم she is studying English. او. دسته دوم object pronoun ها یا ضمایر مفعولی هستند. به جای مفعول جمله قرار می گیرن. مثلا him رو هم تو فارسی میتونیم به او هم او را معنی کنیم. مثلا did you call him؟ آیا او را صدا زدی؟ یا I told him، من به او گفتم. possessive adjectives یا صفتهای ملکی قبل از noun یا اسم قرار می گیرن برای نشون دادن مالکیت. مثلا my book، کتاب من. تو فارسی ما میدیم، میگیم کتاب من. دسته بعدی possessive pronouns یا ضمایر ملکی مثل همین قبلی است، با این تفاوت که اینجا ما دیگه noun نداریم. یعنی اینجا من میگفتم it is my book، این کتاب منه. اینجا دیگه اسم و اشاره نمی کنم، میگم it is mine، این مال منه. و دسته آخر reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی که زمانی استفاده میشه که هم فاعل جمله هم مفعول جمله یکی باشه. مثلا اون خودش رو مجبور کرد که درس بخونه. She forced herself to study.